وقت بخیر دوستان. آموزش بخارادوزی جلسه اول. در این جلسه شما با وسایل لازم و روش‌های مختلف بخیه بخارا آشنا میشید. تکنیک‌های دیگه این سوزندوزی رو شما در ویدیوهای بعدی به زودی آموزشش رو خواهید داشت. اگر از این سری ویدیوها خوشتون میاد و مفید هست برای شما، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم همینطور، تا این از آموزش‌های بعدی این کانال مطلع بشید و لایک و کامنت فراموش نشه. خب برای شروع کار شما باید بدونید که ما به طور کلی دو گروه باید در واقع از لحاظ تکنیک دوختی دو دسته داریم. تکنیکایی که با سوزن اجرا میشه و تکنیکی که با قلاب اجرا میشه. در بخیه بخارا ما اول از همه با تکنیک‌های کار داریم که با سوزن قراره اجرا بشه. بنابراین شما احتیاج دارید به یک پارچه که حالا خودشون از پارچه متقال استفاده میکنن. من توضیحات تاریخچه و خیلی موارد دیگه رو من در پست‌های اینستاگرامم گذاشتم، میتونید به اونجا مراجعه کنید. برای پارچه میتونید پارچه متقال استفاده کنید. من پارچه‌های متقال اصفهان رو هم دارم، هم پارچه‌ای که روش مهر زده میشه برای قلمکار اصفهان. پارچه‌های متقالی رو بگیرید که کشدار نباشه، مواد مصنوعی نداشته باشه. نقشه ها رو هم میتونید از اینترنت بگیرید، خیلی راحت. شما میتونید کارهای آنتیک ببینید، دنبال کارهای خیلی جدید نباشید، کارهای خیلی قدیمی آنتیکشون رو نگاه کنید، نقشه ها رو از اونجا بگیرید. مثلا من این نقشه که میبینید یک بخش گلدان بود از سوزنی که من اومدم و روی پارچه‌ام کشیدم. طرح‌های مختلفی وجود داره که شما میتونید ازش استفاده کنید برای کار خودتون. بنابراین از کارهای اصیل استفاده کنید. کلمه سوزنی رو سرچ کنید در اینترنت و تا بتونید مثلا کارهای اصیل رو ببینید و نقشه ها رو از اونجا مثلا استخراج کنید. کارها رو کپی کنید، دورش حالا خط بکشید، با کاغذ پوستی میتونید نقشه رو منتقل کنید یا بدید جایی که در کار کامپیوتری انجام میدن این کارو برای شما انجام بده. به هر حال نقشه های اصیلی رو که داریم ما گل‌های رز هست و خیلی گل‌های خشخاش هست، این مسائل رو استفاده می‌کنیم. برای نخ هم ببینید، اگه نخ اصیل می‌خواید استفاده کنید، اینا نخ‌های سیلکانی، نخ‌های ابریشم طبیعی هم با رنگرزی گیاهی. این نخ‌ها رو میتونید حالا از بازار فرش فروشا تهیه کنید یا بعضی از دوستان هنرمند در شمال ایران اومدن با ضخامت‌های مختلف این نخ‌ها رو تولید کردن و شما خیلی راحت میتونید ابریشم طبیعی ایرانی رو، چون تو بازار فرش میتونید ابریشم چینی رو یا ازبکی رو پیدا کنید. به هر حال نخ تابیده شده میخواد که ابریشم باشه با رنگرزی‌های متفاوت که بتونید ازش استفاده کنید برای این سوزندوزی. نیازی نیست خیلی نازک باشه، یکم جوندار و ضخیم باشه، برای این سوزندوزی کفایت میکنه. سوزنی هم که استفاده میکنید قاعدتاً باید با توجه به ضخامت نخ و در واقع ضخامت پارچه‌تون این سوزن رو انتخاب کنید. قیچی هم که قاعدتاً لازمه هر کار سوزندوزی هستش. خب برای شروع من زیاد حالا چون من قبلا تاریخچه رو توضیح دادم خیلی وارد جزئیات در این بخش نمیشم. ما شروع میکنیم تکنیک‌های دوخت بخیه بخارا رو در واقع اجرا کردن. ببینید دوستان، بخیه بخارایی که ما استفاده میکنیم در واقع تکنیک اصلی هست. فقط دقت کنید دوستان، اگر نقشه شما ببینید مثل اینها نقشه هایی باشه که پیوسته باشه، گل‌ها پشت سر هم باشه و جزئیات نداشته باشه، یعنی این گل‌ها تقسیم نشده باشن، اجزاشون خیلی دالبر و تقسیم بندی نشده باشه خیلی، ما از تکنیک بخیه بخارا استفاده می‌کنیم و یک سری تکنیک‌های دیگه که برای تزیین کار هست ولی لازمه، مثلا برگ‌هاشون، یعنی نمی‌دونم ساقه‌ها، در واقع کادربندی کار، اینها رو معلوماً به مرور زمان این تکنیک‌ها رو یاد می‌گیرید. ولی خود گل اصلی بخیه بخارا سال با رنگبندی متفاوت. ولی اگر کار شما جزء به جزء شده باشه، اجزاش خیلی ریز شده باشه، دونه دونه هر یک از این دوالبرهای گل، قسمت‌های گلبرگ‌ها یک رنگی داشته باشه، باید از زنجیره دوزی و در واقع قلاب، تکنیک قلاب باید استفاده کنید. قلاب دوزی کنید نه سوزن دوزی. خب من کاری که ما الان اینجا انجام میدیم این هستش که روش بخیه بخارا رو یاد بگیرید. به دو تکنیک مختلف انجام میشه. تکنیک اولش رو ببینید دوستان، اینا من تصاویر از کارهای خیلی قدیمی و آنتیک در آوردم که دقیقاً متوجه بشید تو کارهای قدیمی و آنتیک به چه صورت اجرا شده. خب روش اول بخیه بخارا رو آموزش میدم. فقط دقت کنید دوستان، نیازی نیست از هر دو روش بخیه بخارا در یک کار استفاده کنید. هر دوزنده یک تکنیک برای خودش داره، یکی از این روش ها رو انتخاب میکنه برای کل کار. یعنی یک چیزی هستش که همیشه عادت داشته بدوزه، نیازی نداره که حتما حالا بخواد فکر کرده بخواد تکنیک رو عوضش کنه. نه، ببینید روش اولی که من تمام این تصاویر از کارهای آنتیک و قدیمی برداشتم، کارهایی که توی موزه ها هست. ببینید اگر نگاه کنید ما یک بخیه بلند میزنیم، یک کوک بلند میزنیم، حالا یواش یواش کوکاتون با توجه به شکلتون طولش بلندتر میشه، کوکای افقی زده میشه، روی اونها بستهای عمودی.
در روش اول بست اول رو که میزنیم، ردیف بعدی بست بعدی میاد سمت راست. نگاه کنید سمت راست بخیه قبلی وارد پارچه، از پارچه خارج میشه میاد داخل پارچه. ردیف بعدی رو میاد وارد میکنه، یعنی در واقع کوک بلند ردیف بعدی رو میزنه، دوباره از سمت راست کوک قبلی میاد توی پارچه. هر جایی هم که لازم بود کوکم بلندتر شد، شکلم تغییر کرد، قاعدتا باید از کناره های بخیه اضافه کنه. ببینید از اینجا یه بخیه میزنم سمت راستش برای ردیف بعدی، از سمت راست بخیه بعدی میاد توی پارچه. به همین ترتیب دوخت شروع میشه. معروف ترین نقشه هایی که شما در واقع برای سوزندوزی بخار دارید معمولا گل های رز و انار هست. ببینید به این صورت که شما حالا طرح‌های مختلفی رو دارید که میتونید روش سوزندوزی رو انجامش بدید. برای دوخت تکنیک اول من یک گل رو به صورت فرضی، حالا طبق نقشه‌ای که داشتم، یک گل رو کوچیک اینجا کشیدم. ببینید دقت کنید دوستان، مهمی نیست که این گل رز شما چند لایه داشته باشه و چند در واقع بیاد و برگ داشته باشه، حالا گل برگاش رو اضافه کنید. مثلا موقع دوخته که تمام این بخش ها باید هم جهت هم دیگه دوخته بشن. یعنی وقتی که من شروع میکنم این بخش رو افقی میدوزم، ردیف بعد که رنگ رو عوض میکنم این هم فقط صرفا باید به صورت افقی دوخته بشه به این صورت. یعنی من این قسمت رو میدوزم ردیفاش رو و بعد میام قسمت بالا به این قسمت میرسم تا هر جا که بتونم یه دست میام، اون قسمتی که دیگه جدا میشه خب قاعدتا باید جداگانه دوخته بشه. بعد میام این قسمت باقی مانده از هر طرف که مونده هم به یک جهت، یعنی ما افقی، اگه اینجا برگ داشته باشه یک لایه دیگه اضافه شده باشه گل، همگی به یک جهت و همه افقی. نمیاد اینجا رو افقی بدوزید بعد بیاین این قسمت رو عمودی کار کنید. خب برای قسمت ما میایم و برای این قسمت که در واقع دوخت میشه گفت که این حالت اول هست برای بخیه بخارا، روش اول، چند تا بست بیایید، حالا از هر جهت که میتونید چند تا بخیه کوچولو بیایید. من اینو کم پررنگش کنم مرکز کار رو برای شما. من با این قسمت کار دارم، این قسمت رو میخوام از مرکز کار، یعنی ردیف وسط شروع میکنم میرم به سمت پایین و بعد میام جهت برعکس میکنم، نصفه باقی مانده رو میدوزم توی اشکالی که حالا به صورت دایره هست. بهتره که این کار انجام بشه. ببینید از سمت چپ شروع میکنم، تکنیک اول رو میخوام اجرا کنم، میرم سمت راست به این صورت شروع میکنم، بخیه هایی میزنم که در حالا اوریبش کمه به سمت پایین و با فاصله های منظم. خب به این صورت خیلی شیبدار نباشه، با یک فاصله منظم این دوخته میشه. یک کوک بلند روش میایم بست میزنیم، یعنی از بالا به سمت پایین بست میخوره. بخیه بخوره در اصل همینه، یعنی از فقط همینه که یک کوک بلند روش بست بخوره. چیزی که باعث تفاوت میشه محل بست زدن هاست. خب تا اینجا که مشخصه. حالا میام ردیف دومو بزنم، یک کم میام پایین‌تر. دقت کنید ما بعضی از دوستان موقع دوخت کنارهای کار جمع میشه، منحنی میشه و یک فاصله میگیره. بعد نیست، حالا مثلا اگر ابتدای کار هستید و اولین بار میخوایم بدوزید، یک سری خطوط راهنما برای خودتون نصب کنید روی پارچه، رو بکشید روی پارچه، حالا با خودکار حرارتی یا با مداد، که اون میشه گفت که راهنمای شما هست و جهت دوخت رو اشتباه نمیکنید. ببینید میرم تا انتها، سوزن رو میبرم تا انتهای کار، از سمت راست دوختم، از سمت راست کوکی که دارم در میام به این صورت. ببینید به این صورت میرم تو پارچه، دوباره میرم بالا از سمت راست، ببینید پایین از سمت راست دوخت بالا سوزن رو در میارم، میام پایین رو پارچه. شیب کار من خیلی زیاد نیست، یه کوک کوچولوه، بست کوچیکه. خب دوباره انتهای کار میرم انتها سمت راست بخیه قبلی، بعد امیدوارم کامل واضح دیده بشه. سمت راست بخیه قبلی در این قسمت سوزن رو در میارم، میره توی پارچه، دوباره میاد بالا سمت راست بخیه بالایی، سوزن در میاد، بست میخوره به سمت پایین نخ، این قسمت به این صورت میره، دوباره بالا سمت راست
این قسمت سوزن خارج میشه، میاد پایین، در این قسمت فرو میره. همین ادامه میدید تا انتها. بعد از که به انتها رسیدید جهت رو حالا باید عوضش کنید و این رو در واقع برید نیمه دوم بالا رو بدوزید. خب هر وقت هم خواستید مثلا این قسمت ها شروع میکنه رنگ رو عوض کنه، ولی همشون همین حالت افقی رو باید داشته باشن. ببینید دوستان، در روش دوم اگر دقت کنیم حالا تو این آموزش کاملا متوجه میشید که این به چه صورت دوخته شده. نگاه کنید، در این کار کاملا متوجه میشید. حالا جاهای مختلفش هم وجود داره، من در این کار کامل به شما نشون بدم که واضح تر هست. دقت کنید، شما بخیه رو که میزنید، یک بخیه بلند میزنید، کوک رو که وارد پارچه میکنید، حالا فرق نمیکنه از بالا میخواد بیا از پایین میاد، شروع میکنید بخیه ها رو زدن. بعد شروع میکنید روش کوک زدن، یعنی بست بزنیم. بست اول که زده میشه توی ردیف بالا با فاصله های منظم، ردیف بعدی باید انتهای دقیقاً بست قبلی باشه. یه تفاوتی که با کار قبلی داشت همینه. شما سری قبلی اومدی سمت راستش رو میگرفتی میومدی پایین توی تکنیک قبلی، توی این تکنیک باید انتهاش رو بگیرید و بیاید پایین. خب ببینید کوکامو میزنم و بعدی که شروع میکنم بست ها رو زدن، ردیف دوم انتهای دوخت قبلی رو در نظر میگیرم. خب یعنی توی روش دوم این میشه ردیف روش اول. روش بعدی ما به این صورت هستش که شما که وقتی میخواین کوک رو بزنید به این صورت بخیه ها رو که وارد میکنید و بست ها رو میزنید، ردیف بعدی، ردیف دوم که وارد میشه، انتهای کوک قبلی رو میگیرید، شروع میکنید به زدن دوخت به این صورت. نگاه کنید انتهاش رو میگیرم. ردیف 1 2 3 دوباره توی ردیف سوم بست هام به این صورت اوریب میشه. از اینجا به بعدش هم هر وقت لازم بود از کنارها دیدم اضافه است، همینجا از کنارها باید بست اضافه کنم. خب توی این روش صافتر بود کوکامون، اینجا نه، اوریب به اوریب داره اضافه میشه. برای دوخت روش دوم بخیه بخارا ببینید دوستان، طبق حالا عکس تصاویری که دیدید از سمت چپ میام سمت راست، بست هامو این دفعه با یک شیب ملایم میزنم، از بالا به پایین با یک شیب ملایمی بست ها رو با فاصله ایجاد میکنم. دقت کنید توی روش قبل ردیف ها صاف بود و عمودی یه جوری در واقع موقع دوخت ایجاد میشد. در این یکی روش یواش یواش چون به شیبدار هست سطح، مجبورید اگر فقط شکلتون همین باشه، یعنی از بغل ها اضافه نشه، باید موقع بست زدن هر از شنگایی از سمت راست یه دونه کوک اضافه، در واقع یه دونه بست اضافه کنید، از سمت چپ مرور یه دونه بست کم میشه، چون این در واقع به صورت اوریب و خطی میاد. سوزن رو میبرید انتهای کار، ببینید سوزن رو میبرم انتهای کار، انتهای دوختی که دارم به این صورت، و انتهای دقیقا انتهای دوخت قبلی، ببین انتهای کوک قبلی میره تو و میاد پایین، دقیقا میاد توی پارچه و بعدی میره بالا، دوباره انتهای کوک قبلی با یه خط در واقع با یه فاصله منظم و به شکل اوریب میاد پایین، انتهای کوک قبلی با یه فاصله منظم و به شکل اوریب میاد پایین. ردیف پایینی رو میگیرم به این صورت، از ردیف پایین شروع میکنم میرم انتهای کار، دوباره نگاه کنید انتهای کوک قبلی، انتهاش دقیقاً ردیفان به همدیگه میچسبن، بخیه هم به همدیگه میچسبن. میره داخل پارچه، دوباره انتهای کوک قبلی رو میگیرم، انتهای ردیف بالا رو میگیرم و میام داخل پارچه. دوباره انتهای کوک قبلی، دوباره داخل پارچه. خب پشت کار رو ببینید به این صورت ردیف میشه. ببینید اینجوری اوریب دوختا کوکا به هم دیگه میچسبه. من روی یک طرح کوسن میخوام به شما نشونش بدم. یک کار کوسن هست، یکی از نقشه خودم هم اینجا وجود داره که به شما قشنگ نشون بدم که به چه صورت دوخته شده. خب ببینید پشت کار رو ببینید، ردیف ها رو نگاه کنید، پشت سر هم ردیف های اوریب دارید، نگاه کنید ردیفاتون اوریب به این صورت در میاد. اگر بخواید از روش در واقع دوم استفاده کنید،
این میشه فقط برای بخیه بخارا برگ‌های مختلف. مثلا نگاه کنید برگ‌ها، گل‌های رز که دارم همه این برگ‌ها به این روش دوخته میشه. بقیه حاشیه‌ها رو شما تو حالا یاد میگیرید که این ساقه ها رو با چه تکنیکایی بدوزید. به مرور زمان این رو آموزش میگیرید. فعلا این دو تا تکنیک رو آموزش داریم تا ویدیوهای بعدی که در واقع تکنیک‌های بعدی رو من به شما آموزش بدم. موفق و سلامت باشید دوستان.